Alo. Bale, salom alaykum. Salom alaykum. Alaykum salom. Akay Salmon chiqili so'zi. Xudoga shukr. Korot خوب. Alhamdulillah. من خیلی یک مسئله گفتم قطعی خیلی صحبت کنم نقشه تلفن مارم ولی ما میدونم خود صحبت میکنی بفرما. من مقصد تلفن نقشه از این خودت گرام زده یکی چی با شما با خوکی قرقیزستان نمیدوره رو چی با شما تو بشکیک نزده و تری نکنه اگه خودت این قزور باشی چی با خودت نمیدون نکنه میکنه فقط دور میشین جورا مردم نصیحت میکنه خالی کن وظیفه را خالی کنین از عهدهش کی نمیبروین اولو من وزیر رئیس امنیت نیستم رئیس کمیته نیستم رئیس گواردیا نیستم نمیدونم رئیس قشونهای سرحدی نیستم شما سوال در جای نوتو دادگید مرده را موندگی تو خیلی رفتیسی تو برای من دیگه نفتو چرا تو نمیره بعد که یا گاز زنم نه گاز نزن بیا خدا نگهبانت برو بخیر برو تو صدقه نگه نکش کشتیش توخی مارا گوش که میگو که امو وقتی که وضعیت در سرحد نوتینج بده خب مال خودت میگو که من در کیم در اروپای ما چی بخاید امو وقت نوتینجی خودت یگو مرتبه گپ نمیزنی من میلیون بار گپ زدم میلیون بار گفتم این عبسون من اولی به من یک چیز برات نشون بدم تا اولی بس گپ نزن میگم گوش کو فقط روزی چرا رفتن در اونجا هم گوش کن وضعیتمو ملت حفظ میکنه اگر گوش نکنی قدرت میکنه اگر گوش نکنی قدرت میکنه گوش کنی یاد گیر گوش کن مال گوش میکنه گوش کن ولی صبر کن گوش کن فقط ولی گوش کن من ترا چی میمونم بعد با گپ زن ولی بیست تمام اون بچه خوب میشه او اگر خوب نشه خام تا بخور مو بچه جریان نیست که جام دو وای بگو بچه باز گوش میکنم که گال کامرا تو نمیش کنی اگر داد بگید این همین عکس ابو بگی ما بمون یوتیوب بمون یوتیوب بمون اون کم عکس نشونته یوتیوب بمون خیلی از یوتیوب نشون دادم یا دکتر این رحمانوف این همین میمونو را جمع کرده است و ارتباط سال 1933 از امیرعلی خان باقی مونده است رکلام کرده است در رسانه ها که فرقش چیه؟ بالی گپ نزد گفتم تو کو؟ من گوش نگیم اجازه با من گام میزنم من گفتم که رحمانوف تو با این میمون بازی برعکس برای مردم قرقیز روحیه میتی برای اون مردم شانس میتی که شما رو مسخره بکنن این چی حاله 4 موسفید بیچاره را آورد است 4 تا جنتلمن موسفید پیره اوخای ورتالیات بی بالوناش ددری قوم گروندگی از سال زمان استالین موندگی است اویناش از زمان خروشچوف شکسته بود بسته کرده بودم خب همو نمیدونم اوخای دیگه چی ورتالیات من برای شما بهاگذاری بتم رحمان آیا به همین میمون بازی من براش میگم که بچه از بهترین ورتالیات زمانوی پول نداری میلیون ها دلار در اروپا داری برو بهترین هلیکوپترها را بخر بهترین هواپیماهای به سرنشین بخر که بزنه اونش هوا بره کنه یک منطقه را آب بکنه لازر باشه برو بخر حالی گپ نزن گفتم من گپ نزن اوکی حالی یه دقیقه میگم گپ نزن اوکی میگم گپ نزن اوکی alles klar alles gut مثلا میگم که رحمانوف با این میمون بازی آبروی ملت تاجیک یکم بس میکنه مردم قرقیز رسانه داره گپ نزن خب تو سرت مرا گوش کن گاز گوش کن ورتالیات تماشا کن ورتالیات تماشا کن اونمو نیا کن میمون بازی نگاه کن یا ورتالیاتی کاپوت گفتی آلمانیا که نشده ریختگی 4 مسافر پیر از گیجای در داخلش موندن در اون هوای گرمی و ورتالیات در تیزه نداره محکم ولی به یک بار دیگه اگر من تکرار کردم که مرا گوش کن خدت میکنم خب گام نه ما گوش میکنم گاز خب با میگم که این مسافرای بیچاره را آوردن در داخل یک ورتالیاتی که نه باد و هوا داره او همه جا محکم پس بی گرم یک سیون که نوارچی را آوردن اکی یا از همون ورتالیات گویا از گیجای آمدن ورتالیات زمین در نشست یا فرو آمدن قرقیز دفاع کنی می روند
قرغیز برای تو گاو نیست. وقتی این منظره را میبینه یک ورتلیات کپوت ریختگی کنده شده کهنه شده از سالهای 1941 و 45 موندگی است. کدام نمیسه کدام وقت رفته است اونجا مونده است. شما غنیمت گرفتین. او دیگه به هیچی به کار نمیره. او دیگه به هیچی به کار نمیره. به هیچی به کار نمیره. قرغیز نشان داده که ما آماده استیم از مرد دفاع میکنیم. به حالتون میخندن. من برای رژیم رحمانوف گفتم که رحمانوف او کسی که تو در مسئله مرز مسئول گذاشتی از عهده مسئولیت نمیبره. کمیته امنیت مرز بومی ما را کی دفاع میکنه؟ کدام سازمان؟ نگاه که مخت گوش که مکخت مرا گوش کو. سوال فقط جواب ده که از سوال بیرون اگر همین کلکک چرتیدی وی میخری. مرز ما را کدام نهاد دفاع میکنه؟ مرز ما را کدام نهاد دفاع میکنه؟ مرز ما را سود دفاع میکنه یا که پروکراتورا؟ 9 میلیون اکو گوشت. اصلا یک تو طبق قانون گذاری گردن. سلامت باشی خیلی گبانو. برو بخیر. من گوشود نمیکنم. برای فهمیش ندارین. 9 میلیون دفاع میکنه. یه تو دیوانه این 9 میلیون 9 میلیون دیگه کار نداره. بچه قاعده از دولتداری یک قانونی خودش داره. مرز کی دفاع میکنه؟ این شاتای مخصوص کی دفاع میکنه؟ کارخانه و زواد کی نگاه میکنه؟ راننده کی هست؟ اتوبوس کی میرونه؟ هواپیما را کی میرونه؟ سود کی است؟ مفتش کی است؟ او یک قانونی نوشته شده است. ما دیوانه چه 9 میلیون مرز دفاع میکنه. گو خورده 9 میلیون دفاع میکنه. 9 میلیون دیگه کار نداره. 9 میلیون دیگه زندگی نداره. ما خیلی به اسناد خیلیتون گپ زدن نمیتونم. مرا گوش کن 9 میلیون دفاع میگه. نه مرز کشور در دست کدام نظام است؟ سود است، پروکرور است، مدافع است، نمیدونم خب صنعت است، دین است، در دست کی است؟ این سوال برای ما جواب دین بعد شما فهمو بشه. خب زنگ دیگر. الو. علیکم السلام. سلام سوزی خوبی؟ سلامت باشین تشکر. اکه صابون از بحث شما را قطعا برادر زیاد گوش کردم. خب ما به اندازه فهمیدیم که کی جانبدار وطن شد کی جانبدار عبودی وطن شد کی برعکس یعنی که برای اغواگری تیوری برای یک بلندتر گپ زن. برای یک اغواگری تیوری میگم اغوا انداختن میشه برای تیوری اما من معین کردم فهمیدم. مثال کی بود از اغواگر؟ اغواگر شکلی که امی اگه خود معلوم شد یک خود در نظرت میتونه چیکار کنم؟ نه خیلی من وقت گپ گوش کنم با شما من گپ شما را گوش میکنم شما گپ مرا گوش کنید. خب شما میگین که در حدیثهای قرغیزستان من خیلی کردیم بهترین کار در حق همسایه دوری این مناسبت خوبی دیپلماتی است. یعنی گوله در یگام چی وقتی که همسایه می بیا تجاوز میکنه خاک تو سر او دیپلمات ما با خدا قسم از بر او دیپلمات میگذارم. وقتی که خیلی روسیه چرا خدی اوکراین دیپلمات استفاده نبرد؟ چرا روسیه همراه اوکراین دیپلمات استفاده نبرد؟ از یک لاکشتر رفته برای چی؟ گوش که سلمان جواب دسته که یکم حالت کشید بچه‌های بچه‌های توجه قرغیزستان رفت. میدونی؟ خب که حالت هیچ وقت در حق همسایگی جنگ خطی زندگی کرده نمیشود. اینا فهمیده بگی. لیکن ما پرتوقتیم اگر که همین حالت شد در طرف قرغیزستان این دفعه با هیچ وقت خیلی حالتی چی را نمیگیریم. ما تو آخرا میریم. لیکن ای گپارا تو اصلا حقی گپارا نداری برای که چی مسئولیت داری؟ نمره روسیه ای؟ بله روسیه. در روسیه تو چیه میری از تاجیکستان دفاع میکنی مرا گپ زد؟ من میرم. وقتی تجاوز وقتی که هوایدا را تجاوز کردن تا از یک خواهر تاجیک دفاع کردن نمیتونی تو میری از مرز دفاع میکنی؟ چی به من نمیتونم. دفاع کردی برای من بگو دگیجا گپ زدی. دگیجا گپ زدی. دگیجا که برای من یاد بگو دگیجا از مطلب پیدا کن در کدام رسانه دگیجا بیا بسم الله. اصلا اصلی 21 از اصلی علم و تکنیک است. دنیا دیگه پوتین زلنسکی پرزیدنت اوکراین در یک روز 5 بار در افیر میبره گپ میزنه برای چی؟ چه نیت نمیفهمه؟ در بریتانیای کبیر پارلمانش آنلاین میگذره او چه نیت نمیفهمه؟ دنیای تکنولوژی معاصر است. جنگ‌های اطلاعاتی بزرگتر از همه جنگ‌ها از امروز. شما پروس شجاعت ندارین، غیرت ندارین، از یک مادر دفاع کردن نمیتونین. من میلم از مال دفاع میکنم. ولی چی میگفتم دفاع میکنی؟ تو با ویدیو زنگ زده حتی کامera تا کشته چطوری دفاع میکنی؟ بیا سوال بکنم. نه تو کامera تا گریون که با سوالته بیا. سلمان یک سوال کامera تا گریون که با سوالته.
یا سوال کامera تا گریون که با سوال ته کامera تا گریون که کامera تا گریون من مرد کسی قدی گام میزنه که چهرهش نمایان است من مردکم نمی آشکار گام میزنم چهره تا گریون که خاطر من سوال بده گریون نمیکنی سامون آخه من زنگیر نیست که چهره من زنگیرم بیا تو گریون که من کو بینم آخه تو شوکنی که پروفسی که ما میکنم برعکس مردک میروه چهره یک زن هم میبینه دیدنی میروه میفهمی در عرفیت ما خیلی است من نمیدونم شما نبرات بود هستی زناتون میرفته این بچه را قبول میکرد ولی کاری نیست و او خاطر بهم کوه من ملم ورج دفاع میکنم خاک خنک میکنی از یک خواهر تاجیک از یک زنی مظلوم تاجیک از یک زنی بیچاره تاجیک شما دفاع کردن نمیتونی تو میره از مرز دفاع میکنی انا ما مردمی خاکسار ما دیپلمات در حکومت تاجیکستان گپ دیپلمات گفتنی گپ نیست فهمش دیپلماتی برای اونا نیست برای ما یک دیپلمات را بیار که در گجای موفق شده است اینقدر تاجیک در روسیه تحقیر میکنن چرا فضای دیپلماتی نداریم و چرا در سفارت ما یک دیپلمات یک یوریست به قوت نیست از تاجیک دفاع کنه ما دیپلمات ما مردمی خاکساریم خاک خنکی آمده تجاوز کرده یعنی یک امر ملت یک قرقیزه که 4.5 میلیون اهالی داره آمده است در مرز سیستم بیان امر گذاشته است هر روز تاخیر هر روز تهدید حق تاجیک اون روز آبش خاک میکنه پگه زمینش هم میگیره پگه چراگاهش هم میگیره چی ما مردمی پرطاقتیم من میگذرم از بحری او طاقت میفهمین ما باید ملت مبارز باشیم مبارز ما ملت پرطاقتیم گذشت ساعتی طاقت در خانت میبیا زن تا تجاوز میکنه تو طاقت میکنی مادام میگی پر زمین وطن این مادر است مادام که وطن تو را تجاوز میکنه پس مادر است چرا دفاع نمیکنی من در لشیام ولی بل میگردم خاکی خنک میکنی به خدا قسم من به همین هزارها کیلومتر دورم من برمیگردم ولی شما بر نمیگردید ای خدا